شنوندگان گران ارج، اینک توجه شما را جلب می نماییم به تلاوت و ترجمه سوره مبارک الرحمن. تلاوت کننده الشهاد محمد انور، ترجمه عبدالسمیع لقا، ترتیب و تنظیم تصویری احمد نظری. سوره الرحمن. چون خداوند متعال متصف به صفت رحمانیت است، این سوره را به یکی از صفات پاک خیش که رحمان است شروع فرموده. به همین سبب به سوره الرحمن نامگذاری شده است. الرحمن به معنای بخشنده و روزی دهنده است. همان گونه که گفتیم این سوره بیانگر انواع نعمتها و مواهب بزرگ الهی است. با نام مقدس رحمان که رمزی از رحمت واسع اوست آغاز می شود، چرا که اگر صفت رحمانیت او نبود این چنین خوان نعمت را برای دوست و دشمن نمی گسترانید. لذا می فرماید خداوند رحمان قرآن عظیم و شان را تعلیم داد و به این ترتیب نخستین و مهمترین نعمت را که همان تعلیم قرآن است بیان می کند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم به خداوند متعال از شر شیطان رانده شده از درگاه وی. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز میکنم به نام خداوند بخشنده مهربان. خدای رحمان. علم قرآن را تعلیم داد. خلق الانسان انسان را بیافرید. علمه البیان به او گفتن آموخت. الشمس والقمر بحسبان آفتاب و ماه به حساب مقرر در حرکتند. والنجم والشجر يسجدان و گیاه و درخت سجدهش می کنند. والسماء آسمان را برافراخت و ترازو را برنهاد. الا تطغوا فی المیزان تا در ترازو تجاوز مکنید. وأقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان و وزن کردن را به عدالت رعایت کنید و کم فروشی مکنید. والأرض وضعها للأنام زمین را برای مردم قرار داد. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام در آن میوه هاست و نخل ها با خوشه هایی که در غلافند. والحب ذو العصف والريحان و دانه هایی که همراه با کاهند و نیز گیاهان خوشبو. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار
آدمی را از گل خشک شده چون سفال بیافرید. وخلق الجن من مارج من نار و جن را از شعله بیدود. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب، پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ دو دریا را پیش راند تا به هم رسیدند، میانشان حجاب است تا به هم یک جا نشوند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان از آن دو مروارید و مرجان بیرون می آورد. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان و او راست کشتی های هم مانند کوه که در دریا می روند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ هرچی بر روی زمین است دست خوش فناست. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هرچی بر روی زمین است دست خوش فناست و ذات پروردگار صاحب جلالت و اکرام توست که باقی میماند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن هر کس که در آسمان ها و زمین است سائل درگاه اوست و او هر روز در کاری است. فبأي آلاء ربكما تكذبان
پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان ای جنیان و آدمیان، به حساب شما خواهیم رسید. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ای گروه جنیان و آدمیان، اگر می توانید که از کنارهای آسمان ها و زمین بیرون روید، بیرون روید، ولی بیرون نتوانید رفت مگر با داشتن قدرتی. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران بر شما شعله بی دود فرستاده شود یا دود بی شعله، پس با او مقابله نتوانید کرد. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد، یعنی حوادث هولناک رخ می‌دهد که تاب و تحمل آن را نخواهید داشت. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن روز هیچ کس از انس و جن از گناهش سؤال نمی شود و همه چیز روشن است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می کنید؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام کافران را به نشان صورتشان می شناسند و از موی جلو سر و پاهایشان می گیرند. فبأي آلاء ربكما تكذبان
تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن این همان جهنم است که مجرمان دروغش میپنداشتند و اکنون در میان آن و آب جوشان میگردند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان هر کس را که از ایستادن و پیشگاه پروردگارش ترسیده باشد دو بهشت است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان آن دو پر از درختانند. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آن دو چشمه جاری است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان در آنجا از هر گونه میوه دو قسم است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان بر بسترهایی که استرشان از استبرق است تکیه زدند و میوه های آن دو بهشت به دسترسشان باشد. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار میکنید؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان در آنجاست زنانی که جز به شوهر خویش ننگرند و پیش از بهشتیان هیچ آدمی و جنی به آنها دست نزده است. فبأي آلاء ربكما
تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان همانند یاقوت و مرجان. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان و جز آنها دو بهشت دیگر است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ هر دو خرم و سرسبزند. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان در آن دو چشمه همواره جوشنده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ در آنها میوه‌های فراوان و درخت خرما و انار است. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام در آنجا زنان است نیک سیرت و زیباروی. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ حوران مستور در خیمه ها. فبأي آلاء ربكما تكذبان پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
پیش از بهشتیان هیچ آدمی و جنی به آنها دست نزده است. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. این در حال است که بهشتیان بر تختهای سبز رنگ بسیار ممتاز و زیبا تکیه زدند که با بهترین و زیباترین پارچه های سبز رنگ پوشانده شده است. فبأي آلاء ربكما تكذبان. پس کدام یک از نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. پربرکت و زوال ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو. صدق الله العظیم. راست گفت خدای بلند مرتبه و بزرگ. لبيك اللهم لبيك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه